تا حالا براتون پیش اومده بخواید یه نیاز خیلی ساده و انسانی رو به زبون بیارید؟ نه یه چیز پیچیده، یه جمله مثل دلم میخواد بیشتر با هم وقت بگذرونیم، یا مثلا به توجهت احتیاج دارم. اما درست همون لحظه که میخواید حرف بزنید، یه چیزی مثل یه دیوار نامرئی جلوتون سبز میشه. یه ترس از اینکه ضعیف به نظر بیایید، اینکه محتاج دیده بشید، ترس از اینکه با گفتن همین جمله ساده تمام قدرت و ارزشی که تو اون رابطه دارید یهو فرو بریزه. این یه دوراهی وحشتناکه که آدم رو فلج میکنه. یا نیازت رو قورت میدی و تظاهر میکنی همه چی عالیه، که خب این یه دروغه، یا بیانش میکنی و بعدش حس میکنی کوچیک شدی، انگار داری گدایی محبت میکنی. امروز میخواییم دقیقاً همین مکانیزم رو بشکافیم، ببینیم چطور میشه نیازهای عاطفی رو جوری بیان کرد که نه تنها از قدرتت کم نکنه، بلکه بهش اضافه هم بکنه. چطور میشه بدون التماس، بدون فشار و بدون از دست دادن احترام به چیزی که میخوای برسی. نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. این موضوع اصلاً به کلمات ربطی نداره. شما میتونید شاعرانه ترین جمله رو انتخاب کنید، اما مغز طرف مقابل به کلمات شما گوش نمیده. به انرژی پشت اون کلمات واکنش نشون میده. به اون فرکانس ناخودآگاهی که از شما ساطع میشه. ذهن انسان یه ماشین بیرحم برای تشخیص ضعفه. اگه پشت جمله به توجهت نیاز دارم شما احساس ترس از دست دادن، اضطراب و کمبود باشه، پیامی که مخابره میشه اینه: من بدون تو در حال فروپاشیم، لطفاً نجاتم بده. و این شروع پایان جذابیته. برای همین بحث ما امروز فراتر از انتخاب کلماته. این یک کالبد شکافی روانشناختی از قدرته. خب بیاین از ریشه ها شروع کنیم. اصلا چرا بیان یه نیاز اینقدر ترسناکه؟ انگار از بچگی سری کدای اشتباه تو مغز ما نوشته شده. کدایی مثل آدم قوی نیاز نداره، یا اگه چیزی بخوای یعنی ضعیفی. این باور از کجا میاد که نیاز داشتن مساویه با بی ارزش بودن؟ این یکی از سمی‌ترین برنامه‌ریزی‌های ذهنیه. واقعا مخربه. و باید همین الان اصلاحش کنیم. ببینید، واقعیت اینه نیاز داشتن خودش ضعف نیست. پس چی ضعفه؟ ناتوانی در مدیریت و بیان اون نیاز ضعفه. مشکل خود نیاز نیست. مشکل اون حالت اضطراریه که ما باهاش نیازمون رو مطرح میکنیم. به این فکر کنید، 2 نفر رو تصور کنید که هر دو یک نیاز واحد دارن. میخوام در رابطه بیشتر دیده بشم. نفر اول این نیاز رو جوری بیان میکنه که طرف مقابلش نه تنها گارد نمیگیره، بلکه بیشتر جذبش میشه. احساس میکنه با یک انسان بالغ و قدرتمند طرفه. نفر دوم همون نیاز رو جوری مطرح میکنه که طرف مقابلش حس میکنه داره خفه میشه. حس میکنه یه بار سنگین روی دوششه و تنها کاری که دلش میخواد بکنه فرار کردنه. نیاز یکی بود، ولی نتیجه زمین تا آسمون فرق داشت. پس یه مرز خیلی باریک این وسط وجود داره. یه مرز نامرئی که اگه ازش رد بشی، از یه آدم خواستنی تبدیل میشی به یه آدم آویزون. این مرز دقیقاً کجاست؟ چطور میشه فرق بین یه نیاز سالم و یه نیاز وابسته رو تشخیص داد؟ این مرز در پیامیه که به ناخودآگاه طرف مقابل ارسال میشه. نیاز سالم پیامش اینه: من به تنهایی کامل، خوشحال و با ارزشم. زندگی من بدون تو هم جریان داره، اما حضور تو کیفیت زندگی من رو بالاتر میبره و من انتخاب میکنم که این کیفیت بالاتر رو کنار تو تجربه کنم. این پیام انتخابه. دقیقاً. اما نیاز وابسته پیامش چیه؟ خوشحالی و حس ارزشمندی من به تو گره خورده. اگه تو نباشی من فرو میریزم. این پیام اضطرار، کمبود و ضعفه. مغز انسان حتی اگه شما با کلمات بازی کنید، این تفاوت رو در کسری از ثانیه تشخیص میده. از کجا؟ از لرزش صداتون، از عجله‌ای که برای گرفتن جواب دارید، از انرژی مضطربی که ازتون ساطع میشه. و به محض اینکه مغز طرف مقابل سیگنال دوم رو دریافت کنه، یعنی سیگنال وابستگی، چراغ قرمز جذابیت روشن میشه. چون هیچ کس نمیخواد مسئول سرپا نگه داشتن یه آدم دیگه باشه. خب این خیلی عمیقه، چون هممون آدمایی رو دیدیم که وقتی میگن دلم برات تنگ شده یا دوست دارم امشب ببینمت، درسته؟ نه تنها ضعیف به نظر نمیان، بلکه انگار دارن یه حس خوب و صمیمی تزریق میکنن به رابطه.
راز اینا چیه؟ یعنی چه متغیری رو کنترل میکنن که بقیه ازش بیخبرن؟ ببینید راز این افراد توی یک کلمه است. جداسازی. جداسازی؟ بله. اونا موفق شدن نیاز رو از ارزش ذاتی خودشون جدا کنن. یعنی قبل از اینکه نیازشون رو بیان کنن، تو درون خودشون به این اطمینان رسیدن که خب ارزشمندیشون به جواب طرف مقابل بستگی نداره. آها. پیام پنهانی که ازشون ساطع میشه اینه: من تو رو برای بودن در دنیای خودم انتخاب کردم، نه اینکه از دنیای خاکستری خودم به تو پناه آورده باشم. و طرف مقابل این رو چطور ترجمه میکنه؟ به بلوغ، شفافیت و مهمتر از همه امنیت. امنیت روانی جذابترین ویژگیه که یه انسان میتونه داشته باشه. وقتی کسی کنار شما احساس امنیت میکنه، یعنی حس میکنه شما با خودتون در صلح هستید و حضور اون یه انتخاب، نه یه ضرورت برای بقای شما. اون وقتی که ناخودآگاه به سمت شما کشیده میشه. خیلی خوب. پس اگه هدف اینه که اون حس امنیت و ثبات رو منتقل کنیم، بزرگترین اشتباهی که میشه مرتکب شد چیه؟ اون نقطه کوری که اکثر آدما توش میافتن کجاست؟ اولین و مهلک‌ترین اشتباه بیان نیاز در اوج طوفان احساسیه. یعنی وقتی که ترس از دست دادن فعال شده، اضطراب تمام وجودت رو گرفته و ذهنت پر از سناریوهای منفیه. مثلا طرف مقابل کمی سرد رفتار کرده و شما بلافاصله با یه حس وحشت زدگی میرید جلو و میگید فقط میخوام بدونم هنوز دوستم داری یا نه، یا چیزی شده که سرد شدی. در حالی که این یه سوال کاملا منطقیه ظاهراً. ظاهرش منطقیه، اما انرژی پشتش فاجعه است. این سوال در اون لحظه خاص پیام من ترسیدم نجاتم بده رو مخابره میکنه. این یه درخواست شفاف‌سازی نیست، این یه التماس برای گرفتن اطمینانه. پس طرف مقابل چی میشنوه؟ اون این رو نمیشنوه که شما دنبال حقیقت هستید، بلکه این رو میشنوه که شما در حال فروپاشی هستی و از اون میخوای که با جواب شما رو سرپا نگه داره. این یه بار روانی خیلی سنگینه. برای همین یه قانون طلایی وجود داره که باید قبل از بیان هر نیازی از خودت بپرسی. و اون قانون طلایی چیه؟ از کجا بفهمیم الان وقت درستی برای حرف زدن هست یا نه؟ قبل از بیان هر نیازی این سوال رو از خودت بپرس: اگر همین الان بدترین جوابی که میتونم رو بشنوم، آیا فرو میریزم یا نه؟ اگر جواب بله بود چی؟ اگه جواب بله فرو میریزم هست، پس تو هنوز آماده بیان این نیاز نیستی. بیان نیاز عاطفی باید از موضع ثبات باشه، نه از موضع اضطرار. اگه در موضع اضطرار باشی، یعنی قدرتت رو از قبل واگذار کردی و داری برای پس گرفتنش التماس میکنی. پس اول باید به خودت برگردی، آرامشت رو پیدا کنی، به خودت یادآوری کنی که کی هستی و ارزشت به جواب هیچ کس گره نخورده. بعد از یک جایگاه قدرتمند و باثابت حرفت رو بزنی. من این منطق رو میفهمم، ولی میتونم صدای یه شنونده رو بشنوم که میگه این خیلی سخته. تو اون لحظه ترس و وحشت چطور میشه به اون آرامش رسید؟ اینا همش تئوریه. راهکار عملی وجود داره؟ قطعاً. این یه مهارته و مثل هر مهارتی نیاز به تمرین داره. اولین قدم فاصله گذاری فیزیکی یا ذهنیه. وقتی احساس میکنی طوفان احساسی داره شروع میشه، نباید بلافاصله واکنش نشون بدی. باید مکث کرد. دقیقاً. مکث کن. حتی اگه شده برای چند دقیقه برو توی اتاق دیگه یا یه لیوان آب بخور. این مکث کوتاه به بخش منطقی مغزت فرصت میده که دوباره فعال بشه. دوم، باید سوال رو از اون منو دوست داره یا نه به من الان چه احساسی دارم تغییر بدی. اسم احساست رو پیدا کن. ترس، خشم، حسادت. وقتی اسمش رو پیدا کردی کنترل بیشتری روش داری. و سوم، به خودت یادآوری کن که تو از این لحظه بزرگتری. تو بدون تایید اون آدمم وجود داری و ارزشمندی. این خودگویی‌های درونی مثل یه لنگر عمل میکنه و تو رو از حالت اضطرار به حالت ثبات برمیگردونه. فقط وقتی که حس کردی اگه جواب نه بشنوی دنیا به آخر نمیرسه، اون موقع است که میتونی صحبت کنی. سال قبل و بعد رو بررسی کنیم تا ملموس‌تر بشه. فرض کنید حس می‌کنید طرف مقابلتون بی‌توجه شده. بیان ضعیف و از روی کمبود چیه؟ احتمالاً یه چیزی مثل چرا اینقدر بی‌توجه شدی؟ دقیقاً. یا اصلاً برات مهم نیستم. این یه اتهامه، یه حمله است. و خب هر حمله‌ای با دفاع پاسخ داده میشه.
یا ضد حمله. اما یه بیان قدرتمند نیاز رو به خود فرد و ارزش‌هاش مرتبط میکنه. به جای اون جمله‌ها میتونید بگید برای من ارتباط منظم و با کیفیت توی رابطه مهمه. این بهم حس امنیت و اتصال میده. چقدر فرق کرد. تو اولی داریم اون رو متهم میکنیم، تو دومی داریم استاندارد خودمون رو اعلام میکنیم. همینطوره. یا یه مثال دیگه که خیلی رایجه. به جای اینکه بگیم همیشه منم که باید زنگ بزنم که یه جور گله و شکایت و بوی قربانی بودن میده، میتونید بگید وقتی حس میکنم تلاش برای ارتباط دو طرف است، این رابطه برام خیلی لذت بخشتر و معنادارتر میشه. تفاوت کلیدی اینه. در حالت اول در موضع ضعف و طلبکاری هستی و در حالت دوم در موضع قدرت و شفافیتی. داری ارزش‌های خودت رو بیان می‌کنی و به طرف مقابلت این فرصت رو میدی که انتخاب کنه آیا میخواد با این استانداردها هماهنگ باشه یا نه. این یعنی قدرت. اما با شنیدن اینها یه دیدگاه دیگه هم ممکنه شکل بگیره. اینکه شاید اینا همش بازیه. شاید بهتره کلاً سکوت کنم تا ضعیف به نظر نرسم. خطر این طرز فکر چیه؟ این یکی از خطرناکترین پله هاست. سکوت و سرکوب کردن نیاز. مثل نگه داشتن یه زغال داغ تو دستت به امید اینکه طرف مقابل بسوزه. تنها کسی که آسیب میبینه خودته. چون اون نیاز از بین نمیره. اصلاً. در درون تو تبدیل به رنجش میشه. اون رنجش به مرور تبدیل به خشم پنهان میشه. اون خشم تبدیل به سردی و بی‌تفاوتی میشه. و در نهایت بدون اینکه حتی یک کلمه بحث کرده باشید، میبینید که بینتون یه دیوار شیشه‌ای کشیده شده و رابطه مرده. مرگ خاموش. خیلی از رابطه ها نه با دعوا که با حرف‌های نزده تموم میشن. دقیقاً. خب پس اگه سکوت راه حل نیست و بیان از موضع ضعف هم مخربه، چطور میشه این نیاز رو گفت بدون اینکه حالت تهاجمی پیدا کنه؟ گفتید باید استاندارد خودمون رو بگیم، ولی گاهی همین هم مثل حمله به نظر میاد. کلیدش در مسئولیت پذیری عاطفیه. این یعنی مسئولیت احساست رو به عهده بگیری. به جای اینکه بگید تو باعث شدی من احساس تنهایی کنم. که یه اتهامه. بله. من وقتی ازت دورم احساس تنهایی میکنم. این تغییر کوچیک اثرش مثل جادو میمونه. جمله اول یه اتهامه، اما جمله دوم یه گزارش از دنیای درونی توئه. وقتی تو مسئولیت احساس رو قبول میکنی، طرف مقابل دیگه حس نمیکنه بهش حمله شده و گاردش پایین میاد. و اون وقته که فضا برای یه گفتگوی واقعی باز میشه. و حالا میرسیم با آزمون نهایی و لحظه حقیقت. فرض کنیم شما تمام این مراحل رو درست رفتید. از موضع ثبات و آرامش با کلمات درست نیازتون رو بیان کردید. اما جوابی که گرفتید سکوت بوده یا یه واکنش سرد یا حتی فاصله گرفتن. اینجا نقطه شکست خیلی هاست. اینجا چه باید کرد؟ دقیقاً همینجا آزمون اصلی بلوغ عاطفیه. دو تا راه بیشتر جلوتون نیست. راه اول رفتار کاهنده ارزش. شروع میکنید به توضیح اضافی، دفاع از خودتون، تلاش برای متقاعد کردنش. منظورم این نبود، شاید باید یه جور دیگه میگفتم. تمام اینها یه پیام داره. من به تایید تو محتاجم. این راه از دست دادن قدرته. کاملاً. راه دوم رفتار حافظ قدرت. آروم میمونید، سکوت میکنید و مشاهده میکنید. به طرف مقابل فضا میدید. چون یه نکته کلیدی وجود داره که باید تو ذهنتون حک کنید. یک نیاز سالم نیاز به پیگیری عصبی ندارد. تو درخواستت رو مطرح کردی، حالا توپ تو زمین اونه. واکنش اون آدم دیگه به تو مربوط نیست، به اون مربوطه. و اون واکنش با ارزشترین داده‌ایه که میتونی درباره سلامت اون رابطه به دست بیاری. پس به نوعی جواب ندادنم خودش یه جوابه، یه جواب خیلی شفاف. شفافترین جواب ممکنه. سکوتش یا فاصله گرفتنش به تو میگه که اون آدم یا ظرفیت برآورده کردن نیاز تو رو نداره یا تمایلی به این کار نداره. و این اطلاعات طلاست. دقیقاً. چون به تو کمک میکنه که یه تصمیم آگاهانه بگیری به جای اینکه ماه‌ها و سالها در یک رابطه مبهم و فرسایشی بمونی. کسی که قدرت داره از شنیدن نه نمیترسه. چه نه مستقیم، چه نه در قالب سکوت. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم،
کل این ماجرا یه تغییر دیدگاهه. از اینکه من ضعیفم چون نیاز دارم به اینکه من قدرتمندم چون میدونم چطور نیازم رو مدیریت و بیان کنم. نیاز داشتن انسانی ترین بخش وجود ماست. بیان کردنش شجاعته، اما بیان کردنش از موضع قدرت و ثبات هنره. و چشمانداز نهایی اینه: در یک رابطه سالم نیازها پنهان نمیشن، به ابزار کنترل هم تبدیل نمیشن، بلکه تبدیل میشن به پلی برای ساختن صمیمیت عمیق‌تر. وقتی دو نفر بتونن با شفافیت و بدون ترس نیازهاشون رو روی میز بذارن، اون رابطه دیگه یه بازی قدرت نیست، یه همکاری آگاهانه برای ساختن یه فضای امن و مشترکه. و این نهایت بلوغ در یک رابطه است. و در آخر یه سوال برای شما باقی میذاریم که با خودتون بهش فکر کنید. اگه نیازهای عاطفی شما منبع قدرت شما بودن، آیا اونها را از جایگاه فراوانی و اعتماد به نفس بیان می‌کنید یا از جایگاه ترس و کمبود؟ و مهمتر از اون، واکنشی که از طرف مقابل دریافت می‌کنید چه حقیقتی رو درباره ساختار قدرت درونی اون آدم و سلامت کلی رابطتون به شما نشون میده؟